حاصلات انار در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. شماری از کشاورزان در این ولسوالی میگویند که حاصلات انار و زردآلو امسال در این ولسوالی بیشتر شده و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. این کشاورزان میگویند که در سال روان درآمد خوبی از فروش انار داشتند. انار امسال خنکی خیلی بازار خوب بود دیگه. امسال این باغ خودی ما 800 سری انار ما خودمون فروختیم. 100 سری هم شاید در سردخانه باشه. دیگه زردآلو هم خیلی بلندترین حاصل داشت که ما 400 سری تر فروختیم. در داخل سردخانه هم 300 سری زردآلو ما در کارتن دادیم. انار خوب است باز. حاصلات هم خوب است. دیگه بازارش هم خوب بود امسال. دیگه خودشم رنگش هم بیشتر خوبتر بود و دانش هم خوب کلان شده امسال. قیمتش هم بازارش مارکتش خوب است. شماری از این دهقانان اما میگویند که به دلیل کمبود سردخانه و نبود دواهای با کیفیت حاصلات برخی میوه‌ها در این ولسوالی کاهش یافته و از امارت اسلامی میخواهند که در بخش حل این مشکل آنان را یاری کند. یال درباره تقاضای ما دولت همیشه زیادتر شود سردخانه. ولی کم است یادت سه بارنگ نمی بسیاری باشه 5-6 دانه سردخانه. حاصلات خوب بود ولی همین بعضی امروزا وفاتای بودن که جلوگیری نشده و سردی زمستون هم بالا بود ولی یک مقدار دوایی را که ما از بازار خریداری کردیم دوای تطبیقی نبوده، دوای تقلب بود. این محصول بسیار ضعیف است و این آلوی خارجی زردآلو و سیب رخش هم این همین دوا را ما زدیم ایرم صفر کرده است. ولی او را ما قصر چی نکردیم همین بلندترین حاصلمون همین سیب سرخ زرد بود که این همین دوا بسیار ضعیف کرده. خاص ما نمیشه که دوا باشمون بتونه که با ما کمک نکرد دوا بزنیم مشکلات خلاص شه. ولسوالی بهارک ولایت بدخشان از ولسوالی های زراعتی این ولایت است و میوه این ولسوالی افزون به ولایت های کشور به کشورهای همسایه نیز صادر می شود. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، بدخشان.